صمیمانه ترین سلام های مرا پذیرا باشید بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. من کانی با شما هستم برای تقدیم برنامه ویژه امروز که معطوف به کارهای تئوریک می باشد. بخش سوم و پایانی گورکن سرخ نوشته شیلا کوهن، ترجمه تارا بهروزیان، برگرفته از سایت نقد. با این امید که تا پایان با من همراه باشید. در تاریخ نمونه‌های فراوانی از موقعیت‌های قدرت دوگانه وجود دارد که جهتی تماماً انقلابی داشتند، گرچه همیشه به نتیجه نرسیدند. در اعتصاب‌هایی که سراسر لیورپول را در خلال ناآرامی بزرگ درنوردید، یک کمیته اعتصاب درون شهری یک نظام مجوز حمل و نقل را به اجرا گذاشت که مشروعیت اقتدار حاکمیت را به وضوح به چالش کشید و هدف از آن نیز همین بود. در 1919 اعتصابی سراسری در سیاتل که بر پایه سازماندهی یک کمیته اعتصاب عمومی شکل گرفته بود، عملاً یک ضد دولت را در شهر شکل داد. در همان سال لوی جورج همیشه مکار اجازه داد تا رهبران اتحادیه کارگری بریتانیا با تشریح پیامدهای سیاسی اقدامات تهدیدآمیز میان اتحادیه‌ای با تناب خودشان به ته چاه بروند. اعتصاب بحران قانون اساسی را به نخستین اولویت تبدیل می کند، زیرا اگر نیرویی در دولت به وجود آید که از خود دولت قوی تر باشد، آنگاه باید آماده باشد تا وظایف دولت را نیز بر عهده بگیرد. آقایان، آیا به این امر اندیشیده اید و آیا آماده اید؟ نیازی به گفتن نیست که رهبران اتحادیه خیلی زود در این چالش شکست خوردند. آخرین خیزش بزرگ بریتانیا در این دوران، اعتصاب عمومی 1926، شاهد تأسیس شوراهای اقدام و تجربیاتی چند در زمینه قدرت دوگانه برای اعتصاب کنندگان بود. آنگونه که یکی از اعتصاب کنندگان گفته است، کارفرمایان کارگران با کاسه گدایی در دست می آمدند و برای مجوز التماس می کردند تا کارگرانشان اجازه داشته باشند عملیات معینی را انجام دهند. تا آن زمان موج انقلاب در سراسر جهان صنعتی به نقطه اوج خود رسیده بود. از آن زمان تا دهه 1930 که کارگران آمریکایی در مبارزه برای سازماندهی اتحادیه‌ای دست به اعتصاب و تحصن زدند، مواجهه توده دیگری با سرمایه رخ نداد. اما توازن بخشی از طریق دولت سرمایه‌داری که در مفهوم قدرت دوگانه تجسد می‌یابد ناپدید نشده بود. در سال 1945 در آشفتگی پس از جنگ، هنگامی که زور متزلزل سرنیزه یگانه مانع میان کارگران فرانسوی و قدرت واقعی بود، تورز، رهبر حزب کمونیست فرانسه، با متهم کردن کارگران کمیته‌های رهایی بخش محلی به اینکه جانشین دولت‌های محلی شده‌اند، ناخواسته قدرت بالقوه آنها را یادآور می‌شد. در موج اعتراضات کارگری اروپای شرقی پس از جنگ، شورای کارگری در یکی از شهرهای مجارستان نیروهای مبارزه کارگری را شکل داد و به عنوان یک دولت محلی مستقل از قدرت مرکزی دست به سازماندهی نیروی خود زد. تا ماه نوامبر تقریباً تمام ایستگاه‌های رادیویی تحت کنترل شوراهای انقلابی درآمده بود. یک وضعیت کلاسیک قدرت دوگانه حاکم بود. در لهستان عصیان زده دهه 1970 حکومت ورشو رفته رفته کابوس دیدگاه قدرت دوگانه لنین را تجربه می‌کرد و هنگامی که مبارزات مشابهی مبتنی بر شوراهای کارگری در 1980 از نو فوران کرد، کمیته‌های میان کارخانه‌ای به مثابه ارگان‌های قدرت موازی بار دیگر پدیدار شدند و دست به کنش زدند. همانطور که پیشتر هم اشاره شد، الگوهای شبه انقلابی مبارزه در دورانهای غیر انقلابی نیز می توانند نمایان شوند. در خلال موج اعتصاب زمستان نارضایتی 1978 تا 1979 در بریتانیا که اغلب به علت خصلت اکونومیستی و فرقه‌گرایانه‌اش از آن انتقاد شده است، عناصر قدرت دوگانه خیلی زود نمایان شد. یکی از نویسندگان کنشگر این جدال را این گونه شرح می‌دهد: در مدت زمان کوتاهی کمیته‌های اعتصاب در حال تصمیم گیری بودند که چه چیزهایی باید از بسیاری از کارخانه‌ها یا بنادر خارج یا به آنها وارد شود. جوازهایی برای مواد ضروری صادر می‌شد.
در برخی از موارد کمیته‌های اعتصاب کنترل خدمات عمومی کل شهرها را به دست گرفته بودند. خود یکی از وزرای دولت شرح داد که کمیته‌های محلی اعتصاب رانندگان کامیون، رانندگان قطار و سایر گروه‌ها حمل و نقل تدارکات ضروری را همانند یک حکومت شورای کوچک سازماندهی می‌کنند. از سوی دیگر تاچر نخست وزیر محافظه‌کار آینده چنین نوشت: دولت حزب کارگر اداره کشور را به کمیته‌های محلی اعضای اتحادیه‌های کارگری واگذار کرده بود. سخنی که تنینی از مفهوم قدرت دوگانه را در خود داشت. در بریتانیا شاهد یکی از مبارزه‌های قرن 21 بوده‌ایم که روزنامه‌ها توصیفی غیرمنتظره از آن ارائه کردند. 7 روزی که حزب کارگر جدید را لرزاند. طی آن یک هفته باور نکردنی در سپتامبر سال 2000 در شورشی بدون رهبر علیه مالیات‌های سنگین به مواد سوختی، کارگران حمل و نقل بین شهری در اعتراضی از سر درماندگی مخازن سوخت و پالایشگاه‌ها را بستند و به این ترتیب به سرخط اخبار تبدیل شدند. در عرض چند روز سوپرمارکت‌ها از مواد غذایی خالی شدند. سرویس‌های آمبولانس محدودیت سرعت تعیین کردند و متولیان کفن و دفن گزارش کردند که آنها سوخت کافی برای دریافت اجساد دارند، اما این میزان سوخت برای خاکسپاری آنان کافی نیست. با این همه این کارگران مستعصل جدال را به وضوح به وضعیت قدرت دوگانه کشاندند. روزنامه‌ها نوشتند که پیشقراولان اعتصاب برای اینکه اجازه بدهند تانکرها از پالایشگاه‌ها خارج شوند، مورد به مورد رأی‌گیری می‌کنند. راننده پرونده خود را به کارگران اعتصابی ارائه می‌کند و منتظر تصمیم آنان می‌ماند. شباهت‌ها با زمستان نارضایتی مشخص بود و در گفته‌های سران حکومت با وحشت عمیقی درباره پیامدهای سیاسی این بحران بازتاب می‌یافت. این مورد نشان می‌دهد که موقعیت‌های قدرت دوگانه در بسیاری از وضعیت‌های غیرانقلابی رخ داده است. به رغم ارجاعات طعنه‌آمیز سیاستمداران به حکومت شورای کوچک در دوران زمستان نارضایتی بریتانیا، شکلگیری شوراهای کارگری ویژگی معروف موقعیت‌های بالقوه انقلابی است. تاریخ نشان داده است که بسیاری از موقعیت‌ها و ساختارها می‌تواند منجر به ایجاد شکلی شود با شباهتی چشمگیر به شوراهای انقلابی روسیه، اما بی آنکه در پایان به نتیجه‌ای انقلابی بیانجامد. این شکل شورای سازماندهی بیش از سایر شکل‌ها چالشی بنیادین برای نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری است. در بخش نتیجه‌گیری این موضوع را مفصل بررسی خواهیم کرد. نوع خاصی از دولت. شوراها چه بودند؟ توصیف تروتسکی از انقلاب 1905 که در آن شوراها نقش اساسی و محوری داشتند، کاملا روشن می‌کند که این سازمان‌ها را کارگران ایجاد کردند، نه سازمان سوسیال دموکرات. او درباره شورای سن پترزبورگ می‌نویسد: این سازمان پرولتاریایی کاملا طبقه بنیاد، سازمان انقلاب به معنای واقعی کلمه بود. تروتسکی هنگام توصیف شورا به منطق تولید محور ساختار شورای کارگران اشاره می‌کند. از آنجا که فرایند تولید یگانه پیوند میان توده‌های پرولتاریا بود، شکل نمایندگی آن نیز میبایست با کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مطابقت می‌داشت. از هر 500 کارگر 1 نفر به نمایندگی انتخاب می‌شد. با این حال در برخی موارد نمایندگان تنها 100 کارگر یا حتی تعداد کمتری را نمایندگی می‌کردند. از این توصیف در میابیم که این ساختار تشکیلاتی شورا نبود که شکل آن را از اسلاف تاریخیش متمایز می‌کرد، بلکه کاملاً برعکس. ریشه داشتن شورا در سازماندهی مستقل خود کارگران به جای هر گونه رهبری سیاسی نیز طبعاً پدیده‌ای منحصر به فرد نبود. آنچه حقیقتاً در خصوص شوراهای روسی استثنایی بود، نقش ولو کوتاه آنان در حکم تشکل بالفعل و نه بالقوه قدرت طبقه کارگر بود. به این معنا سوویت‌ها در لحظات انقلابی خود بیانگر وحدت مورد نظر مارکس و لنین هستند. وحدت میان این شکل از سازماندهی و ساختاری که بالقوه هم حکومت و هم دولت کارگران است.
پیوندی حیاتی میان شکل شورای سازماندهی کارگری و ساختار یک دولت کارگری بالقوه وجود دارد که در آن همه نهادها از بالا به پایین ضرورتاً مضمحل می شوند. و لنین نیز آن را در نوشته‌اش درباره کمان پاریس در کانون توجه قرار داد. لنین در دولت و انقلاب میگوید به نظر می رسید که کمان فقط ماشین در هم کوبنده شده دولتی را با دموکراسی کاملتری جایگزین خواهد کرد. برای نمونه تمام مقامات باید کاملا انتخابی و قابل عزل باشند. اما این فقط به معنای جایگزینی کلان نوعی از نهاد با انواع دیگری است که نظمی اساساً متفاوت دارند. اینجا شاهد یکی از موارد تبدیل کمیت به کیفیت هستیم. دموکراسی از دموکراسی سرمایه‌داری به دموکراسی پرولتری تبدیل می شود. از دولت، یعنی نیروی خاصی برای سرکوب طبقه خاص، به چیزی تبدیل می شود که دیگر واقعاً دولت در معنای پذیرفته شده یا نیست. به این ترتیب شوراهای مورد حمایت لنین و تروتسکی در انقلاب 1917 روسیه در معنای سیاسی یک ساختار انتقالی بودند که هم تجسد ویژگی‌های یک دولت کارگری بالقوه بودند و هم این پتانسیل را داشتند که برای تسخیر قدرت به منظور دستیابی به آن نوع از دولت که در نهایت دولت را به تمامی از بین ببرد، رهبری را به دست گیرند. لنین در تلاش برای توضیح این نکته در تزهای آوریل که 6 ماه قبل از انقلاب اکتبر نوشته شد، استدلال می کند که مفهوم شوراها درک نشده است. از این نظر که شوراها شکلی جدید یا حتی نوع جدیدی از دولت هستند. این نوع جدید از دولت است که انقلاب روسیه در 1905 و 1917 شروع به آفریدن آن کرده است و از برخی لحاظ بنا به استدلال انگلس دیگر دولت به معنای اخص کلمه نیست. به این معنا از بین رفتن دولت تحت سوسیالیسم و کمونیسم از طریق همین شکل شورایی میسر می شود که کارگران به طور خودانگیخته در حکم وسیله‌ای برای مبارزه جهت دستیابی به خواسته های طبقاتیشان اتخاذ می کنند. آنگونه که سینگر میگوید دولت کارگری که بنا به تعریف دولتی انتقالی است همواره شکلی عجیب و غریب از دولت خواهد بود، زیرا از همان آغاز قصدش نابودی خود برای ساختن جامعه‌ای بی دولت است. اینکه فرایند یاد شده تا چه حد سخت و بی امان و پرتنش است به روشنی در کتاب تاریخی جان رید 10 روزی که دنیا را لرزاند تصویر شده است. به این ترتیب که به وضوح مقاومت متعصبانه طبقه حاکم و در واقع مقاومت چپ‌های میانه رو نیز در برابر هر گونه تسخیر واقعی قدرت و نه نمادین آن از سوی سربازان ژنده‌پوش و کارگران چرکین مردمان فقیر توصیف می‌کند. انسان‌های زخم خورده و خمیده در مبارزه‌ای بیرحمانه برای بقا که اینک قدرت را تسخیر کرده و شوراهای بروکراتیزه خودشان را ساخته بودند. این پشتیبانی بیوقفه بولشویک‌ها از شکل شورای سازماندهی و قدرت انقلابی خاص کارگران، رویه‌ای که فقط بولشویک‌ها اتخاذ کردند، باعث شد دست کم در این دوره کوتاه و جادویی وفاداری پرشور طبقه کارگر روسیه را کسب کنند. این وضعیت دوام نداشت. همانطور که پیشتر اشاره شد، در خصوص دموکراسی طبقه کارگر ساختاری شورایی هیچ امر دوامپذیری مگر در چارچوب حاکمیت بین‌المللی طبقه کارگر و در نتیجه از بین بردن فرجامین دولت وجود ندارد. حتی شوراهای 1905 که در سرآغاز انقلاب فوریه 1917 دوباره احیا و برقرار شدند هم از انحراف مبرا نبودند. لنین به تلخی خاطر نشان می کند که قهرمانان بیفرهنگی پوسیده، کسانی چون اسکیبیلوف ها و تسرتلی ها و غیره، پس از ارائه مذمومترین مدل پارلمانتاریسم خرد بورژوا موفق شدند حتی شوراها را با تبدیل آنها به دکان حرفهای توخالی آلوده کنند. سینگر بر این نکته تاکید می کند که تصورش دشوار بود که در آینده دور شوراها یک داستان خواهند بود
و دیکتاتوری به حجوه سوسیال دموکراسی و دولت به اصطلاح کارگری به ارگان مقتدری برای فشار و تهدید تبدیل خواهد شد. تلخ طنز نهایی هنگامی آشکار شد که در خلال خیزش جنبش همبستگی در لهستان رولسکی رهبر بروکرات حزب کمونیست علیه شوراهای کارگری ناسزاگویی کرد و شوراها را اختراع اهریمنی بولشویک دانست. این بروکراتیک سازی تشکل‌های کارگری و سابقاً پویای انقلابی به درس مهمی اشاره دارد که میتوان از سرشت و ساختار شورای کارگری آموخت. ویژگی‌های دموکراسی مستقیم، استقلال از مقامات رسمی، خودانگیختگی و خودکنشگری که در بالا بررسی شد، برای موفقیت بالقوه شوراها در دستیابی به تغییر اجتماعی بنیادین و حفظ آن ضروری است. خصلت خودانگیختگی و خودکنشگری شوراهای کارخانه در ایتالیا و آنتاگونیسم طبقاتی به جای آنکه واجد خصلت آنارشیستی باشد، انتقادی که احزاب بدگمان کمونیست و سوسیالیست ایتالیا علیه آنها مطرح می‌کردند می‌توانست تحت رهبری سیاسی متفاوتی آنان را به سمت سنگربندی‌های سیاسی سوق دهد و در نتیجه کمکی از جانب اروپای غربی برای رژیم بیش از پیش شکننده شورایی در روسیه باشد. بودم، هستم و همواره خواهم بود. محور بحثی که در این مقاله مطرح شد بر شکست تاریخی سازماندهی شورای کارگران در دستیابی به رژیمی با دوام از قدرت و مالکیت کارگری، دموکراسی مشارکتی و رهایی از سرکوب و استثماری که جهان امروز دستخوش آن است نیست. گرچه بررسی این شکست برای هر نوع واکاوی درباره آینده این نوع سازماندهی حیاتی است، اما هدف این فصل به نقل از لوکزامبورگ در کتاب اعتصاب عمومی تأکید بر پتانسیل فوق‌العاده و پیوسته احیا شونده این تشکل‌های قدرتمند، جوان و تازه نفس است. اغلب همان شکل محل کار محور، مستقیما دموکراتیک و خودانگیخته در خیزش‌های کاملا پیش‌بینی ناپذیر مبارزات طبقه کارگر بارها و بارها نمایان می‌شود. این برگشت پذیری تنها امید موجود در نظم نوین جهانی است که نئولیبرالیسم حریص بی اخلاق و خشونتبار بر ما حکم فرما کرده است. اغلب واکاوی‌های اجتماعی کنونی در اینکه فعالیت طبقه کارگر تنها امید باقی مانده است تردید دارند. بسیاری از دیدگاه‌های چپ وزن قابل توجهی برای جنبش‌های اجتماعی جدید از جمله جوانان، زنان رادیکالیزه شده، اقلیت‌های قومی سرکوب شده و دیگر گروه‌های هویتی به مثابه نیروی اصلی برای احیای یک جنبش ضد سرمایه‌داری قائل هستند. به نظر می‌رسد بار دیگر برای نیروی چپی که مصرانه خواهان انطباق با فرهنگ قرن 21 است، عواملی که مستقیما در محل تولید ریشه ندارند، مانند بحران زیست محیطی در قیاس با مبارزات طبقاتی که در اینجا به بحث گذاشته شد، اعتبار بیشتری پیدا کردند. بحث حاضر به هیچ وجه اهمیت این مسائل را انکار نمی کند. مسئله مورد بحث اعتبار پایدار مبارزه طبقاتی در تمام جلوه‌های متنوع قرن 21 است. بحران اقتصادی بار دیگر زیست پذیری نظام سرمایه‌داری را به پرسش می‌گیرد. نظامی که تاکنون استراتژی قابل پیش‌بینی‌اش حمله به استانداردهای زندگی طبقه کارگر و حمله مکرر به واکنش قربانیان این وضعیت بوده است. تاریخچه‌ای که در بالا مطرح شد بی تردید به پتانسیل سیاسی مقاومت‌های مردم پایه در محل کار اشاره دارد. مقاومتی که از نخستین مراحل سازماندهی صنعتی تا موج‌های جهانی امروزی شکلگیری اتحادیه‌ها و کنش اعتصابی نظم موجود را به گونه‌ای به چالش گرفته که دست کم توجه جدی حاکمان به آن جلب شده است. از این منظر با تأمل بر دگرگونی سیاسی، شوراهای کارگری همچنان معتبرترین و مؤثرترین شکل سازماندهی حتی در مبارزات قرن 21 هستند. کارگران درگیر استثمار مضاعف که ناشی از جهانی سازی در کشورهای تازه صنعتی شده است، به اندازه همتایان توسعه یافته‌شان
مایل به اتخاذ این شکل سازماندهی هستند. درست همانطور که به طور فزاینده شکل‌های مشابه سازماندهی اتحادیه‌ای را به کار بستند. بنا به همه این دلایل این نوشتار درخواستی است از چپ امروز و حتی مهمتر درخواستی است از فعالان سیاسی طبقه کارگر که به رغم همه مسائل همچنان به مبارزه ضد سرمایه‌داری در محیط‌های کار ادامه می‌دهند تا پتانسیل سازمان‌های مردم‌پایه مستقیما دموکراتیک و احیا شونده ای را که در بالا شرحشان رفت به رسمیت بشناسند. ما بر پایه احتمال تاریخی پیدایش دوباره چنین سازمان‌هایی با ذکر خوشبینی انقلابی که در واپسین فریاد مبارزه‌جویانه روزا لوکزامبورگ که علیه بورژوازی طنین انداز است نتیجه می‌گیریم. نظم شما بر شن بنا شده است. فردا انقلاب دوباره سر برخواهد کشید و در برابر چشمان وحشت زده‌تان با صدای رسا جار خواهد زد. من بودم، هستم و همواره خواهم بود. عزیزان بیننده، آنچه تقدیمتان شد برنامه ویژه‌ای بود معطوف به کارهای تئوریک، بخش سوم و پایانی گورکن سرخ نوشته شیدا کوهن، ترجمه تارا بهروزیان، برگرفته از سایت نقد. با این امید که مورد پسند شما عزیزان بوده باشد. تا دیداری دوباره ایام به کام و بدرود.